با دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امروز در تمام قسم‌های حربی و نظامی کشور شرایط‌های خوب خدمتی با سربازان و افسران فراهم آورده شده است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در پیام نوبتی به مجلس عالی مملکت نیز تامینات قواهای مسلح کشور را یکی از مسائل کلیدی دولت و ملت نام برده در این سمت تاکیدات مخصوص ارائه کرد. با سپارش وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان گنرال پالکوونیک میلیتسیا رحیمزاده رمضان همراه و سردار ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزا مرادزاده رستم تقای مراد جهت مورد بازبینی قرار دادن فعالیت و شرایط بود و باش هیئت شخصی روتای علاهیده فوری تعیینات مخصوص قسم حربی 3503 قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان یک گروه با صلاحیت تحت راهبری معاون سردار ریاست وزارت کارهای داخلی پالکوونیک میلیتسیا طالبزاده اعظم طالب و دیگر مسئولین دستگاه مرکزی ریاست به قسم نظامی سفر برگردیدند. ضمن واخوری طالبزاده اعظم طالب به سربازان و افسران مضمون و محتوا از پیام نوبتی پیشوای ملت آن نکته را قید نمود که وضع امروزه جهان و منطقه ما را وادار می‌سازد که به مسئله تامینات قواهای مسلح کشور بیش از هر وقت دیگر توجه جدی دهیم، زیرا وظیفه از همه مهم حمایت مرز و بوم دولت، مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم، تامین امنیت دولت و ملت و حفظ ثبات و آرامی جامعه، پیشگیری و برطرف کردن همه گونه تهدید و خطرهای بیرونی، تامین ولایت قانون و ترتیبات جمعیتی قواهای مسلح و مقامات حفظ حقوق واگذار کرده شده است. تاکید کرده شد که وضع امروزه جهان و درگیری ها و ناامنی کشورهای همسایه همان ما را وادار می‌سازد که در حفظ کشور عزیزمان مسئولیت دهچند را نشان داده همیشه در حالت آماده باش قرار داشته باشیم. در ادامه سردار شعبه ناظرات تشکیلی پالکوونیک میلیتسیا عثمان پایشه با سربازان و افسران عاید به صافدلانه و صادقانه ادا نمودن خدمت وطن مادر، دستاوردهای دوران استقلالیت کشور و با استفاده دادن صدها بنا و انشاءات خصوصا برای خدمتیان قواهای مسلح کشور و تامین شرایط مادی و تکنیکی نهادهای قدرتی مملکت سخن نمود. سردار شعبه تفتیشاتی ریاست پالکوونیک میلیتسیا زوراب امام نظرزاده عاید به بابها و ماده‌های به خدمتیان حربی در کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان تعلق داشته رعایت قطعی آیین‌نامه خدمتی، رفتار نمونوی سربازان و افسران، تحقیر خدمتیان حربی و پس زدن شان و شرف آنها و پیشگیری چنین عمل و کردارها در قسم‌های نظامی و حربی ابراز اندیشه نمود. سردار شعبچه طبی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان نازنین اسماعیلووا عاید بر رعایت حالت سانیتاری و گیگینی در بین سربازان و افسران، بهداشت سلامتی، بهره پیشگیری بیماری‌های گوناگون سرایتی علل خصوص بیماری سرایتی کووید 19 تازگی گرد و اطراف و داخل بنا توصیه‌های سودمند داد. باید قید کرد که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان برای باز هم بلند برداشتن شرایط‌های مادی و تکنیکی و آماده باشی جنگی در قسم‌های حربی و نظامی کشور تمام چاره‌های ضروری اندیشیده شده است. بنای مذکور برای سربازان و افسران با همه شرایط‌های زمانوی فراهم آورده شده، قسم حربی با حمام، دست و رویشویی، سرتراشخانه، خانه مخصوص دیداربینی والدان با سربازان و نقطه طبی که سربازان و افسران همه روزه از سلامتی خود خبر می‌گیرند با داروواری تامین می‌باشند. هر روز دکتر میرم، هر روز پرابیکم میکنم چی کسل چی میشم یا چی تیز مارچی می چهارمینی رو میبینم میرم همه دور همه چی شرایط هستم اینجا. اول ما هم با خبر هستم رحمت به پیشوای ملتی ما رو دستگیری میکنم. چون یکمین سال است که در این قسم حربی 35 ناصر خدمت رو پیش میبرم. در این جاهای خدمت من در جاهای استخوان سر یا سربازان متخصص میکنم. این شرایط خوب مهاجر پردگی است. رحمت و اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت که چنین شرایط رو برای ما مهیا کردن است. ما با سرباز خود صادق مانده و خلق وطن خود خدمت می‌کنیم. گروه کاری از خوابگاه سربازان و افسران این قسم حربی و حالت گیگینی و سانیتاری و جای خواب سربازان و افسران دیده نمودند. باید قید نمود که برای در وقت‌های خالی به مطالعه کتاب‌ها مشغول شدن برای خدمتیان جای مخصوص کتاب‌ها مجهز شده است. همزمان از انبارخانه برای نگاه داشتن خوراکواری و محصولات‌های پالیزی، آشخانه برای تیار نمودن خوراک‌های گرم،
جای نانپزی و آشخانه سربازان و افسران دیده نمودند. از واخوری در این قسم نظامی مشاهده گردید که سربازان و افسران برای حفظ مرز و بوم خدمت به وطن مادر به سوگند خود صادق میباشند و در اجرای دستور و سپارش های سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان همیشه مسئولیت بلند را نشان داده برای تامین صلح و ثبات کشور عزیزمان در صف پیش قرار خواهند داشت.